بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان عزیز و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما شما را نگهبان باشه. الله از تمام بیماری خداوند هر یک ما شما را نگهبان باشه و تمام بیماری‌های روی عالم را الله ذوالجلال شفای کامل عاجل عطا فرماید. و دعاگو باشین که خداوند این بیمارایی که بیماری روحی هستند، بیماری سرطان و دیگر بیماری هایی که کرونا ویروس دیگه هستند، دعا کنین که خداوند اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید. بسیاری برادران زنگ میزنند، در بسیاری داروها را سراغ میکنند. در ما الحمدلله که زیاده ای 90% داروها در ما وجود داره. یعنی برای انسانایی که اکثریت مردم ما داروی پرستاتیت سراغ میکنن، از سبب اونه که در بیرون کار میکنن اهمیت نمیتن سلامتی را. پرستاتیت یعنی بیماری پرستاتیت میشوند. برای پرستاتیت و گیمرای دارو در ما هست الحمدلله. و برای عصب نیری واسنونم برادران تاکسیست یعنی عصبانی میشوند، عصبشون خراب که میشود، همین دارو برای عصب، برای نروی، برای دولین به نهایت داروی خوبه. و این چونین در ما هست دارو برای کودکان، ویتامین دی، امگا 3 یعنی به نهایت ویتامین خوبه. و برای شخصانی که بیماری پوستی دارن، برای اونها هم دارو هست، یعنی مز هست. و برای شخصانی که کیرم دارن در بدنشان، برای اونها هم در شکمشون کیرم دارن، برای اونها هم دارو هست. همچنین هست قیس الهند. میدونین که انشالله نه این چایه سینه مکسیکانسکه چای برای شنی جلد کردن توزه میکنن. و داروی پراشوک برای پرستاتیت هم پراشوک هست، هم کپسولش هست، هم تبلتکش هست، هم رنگ عسل و اوش هست. همچنین اوه زمزم داریم، تسبیحات چند نمودش هست الحمدلله. و امگا برای انسان‌های کلان ها هم هستن، هم برای کودکان، هم برای کودکان هست امگا 3، هم برای کلان ها. انسان ها پمیچه خوب میکنه، استخواناش خوب میکنه. و این چنین بله. و این چنین هست بعضی برادران ما و شما یعنی پاهاشون بو میکنه، یعنی جای عیبشون بعضی انسان ها بیماری دارن. این مازه یک بار میشه که یعنی طول یک هفته بو نمیکنه، هم لیچه نمیکنه و هم پا بو نمیکنه. هم بعضی شخص ها هستن که پاهاشون میکفه، بعضی هستن که بو میکنن، اولچه میبرن. برای اونها هست این خیلی مزه هست و هست هم این خیلیش. با اون خاطر میتونید که رقم هایی که در روی اکران میبینید میتونید زنگ بزنید. و برای شخصانی که بعضی انسان ها هستن که حتی رکسون برای اونها فایده نمیکنه، تکشون بو میکنه، برای اونها هست ویبیکس به نهایت یکی از بهترین داروها هست که میشه که تکش یک هفته بو نمیکنه. هم زنانش هست هم مردانش. میتونید که رقم های در روی اکران میبینید، میتونید که زنگ بزنید. و این چنین ما هست شامپون هایی که против попадания волосы, а черный димитер каге против попадания волосы. یعنی ایده یگون چی добавка نیست، чисто натуральный, الحمدلله без никаких добавок. یگون نمود جیر چی ندارن. اینش против перхи. کدومی که پرخ داره در سرشان، برای اونها ایده خوب داره. موها را هم دراز میکنه، هم با قوت چون میکنه. با اون خاطر میتونید که انشالله که زنگ بزنین به نهایت چی خوبن. هم برای ریش هست، بعضی برادر هستن که ریش دراز دارن اما ریشو هرس مثال چی میکنن، هرس میره و مثال کانتوفکا نداره و کلتور قبلش نمیتونه. اینمی هست دلین برادر دما هست میشه که هم ریش دراز میکنه، هم ریش خوب میکنه، بزرگ میکنه، روشنی میکنه. ما نشکل نمیشه، مثل میشه که بسیاری وقت ها این حال شکل نیستیم. زیت النمل یعنی روغنی مورچه دمور هم هست. بسیاری برادر سراغ میکنن که دور نیونه بله هست دمو. بسیاری برادر چی هستن صابونای هستن که به یگان چی دبافکه هستن. ای مصر میوین، ای خودی یگیپت میوین. چند نمودش هست، میتونین که زنگ بزنین. مشکی عنبر بله. میتونین که انشالله زنگ بزنین. برای حجامه میتونین که زنگ بزنین. رقم هایی که در روی اکران میبینین. خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا فرماید و برای راست هدایت ممکنه. برای سوسته برادران کسی که پرسش بود روغن شترمرغ برای سوسته بهترین چیه؟ کسی نمیدونم بربلوده میگن، بربلوده شترا میگن. ای شترمرغ
روانش در مرغ میتونید که انشاءالله که زنگ بزنیم خداوند نگهبانتون باشه. مومیا هم هست دمو کپسولش میتونید که زنگ بزنین. بسیاری دارو هستن، یعنی همه دارو رو ما نبروردیم دیگه. 4 انتمین هست کپسولش، هم قیس الهین هست کپسولش. کسی که نمیدونه اینایی را حبیب مگمت پسانی رکام میکنه الهدای اینایی الاخلاص مثلا فیلمش دیگه الاخلاص این همون 4 انتمین بدیجی خالی کرده همون 4 انتمینه کپسولا که اگیان روانشه کپسولا که اگیان خداوند هر یکی ما و شما رو نگهبان باشه. برادران عزیز از همتون خواهش، بسیاری برادران میگن چیکار کنیم که یعنی سلامتیمون خوب شوه و جین تحصیلش برای ما نرسانه. دعایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای هر یک ما و شما تعلیم داده است که بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمیع العلیم. این دعاها را میتونید که 3 مرتبه بخونین و سحر بیگا و سحر میتونید که اذکار الصباح اذکار روز یعنی روز اولی بدایه روز بخونین دعا را. و کسانی که نمیدونن اون اذکارها را میتونین که یعنی سوره فاتحه را بخونین 3 مرتبه، آیت الکرسی را بخونین، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اینها را بخونین در تنی خودتان شروع کنین و در تنی کودکا از خانه که خارج میشین یعنی بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او ضل او ازل او زل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي ولا حول ولا قوة الا بالله فتبارك الله احسن الخالقين اللهم احفظنا واسترنا يا رب العالمين. یعنی همین دعاها را ان شاء الله که بخونین اگر یگان چیز ضررش نمیرسونه. وقتی که حاجت خانه میریم بسیاری برادران ما و شما میشه که بعضیاش در حاجت خانه کارهای یعنی به دست خودش حرام میکنن، در این حالت بسیاریاش جین میزنن. و اون خاطر وقتی که حرکت کنین که به این کارها دست نزنین. وقتی که شما حاجت میدارین هر کجا بعضی حالات میشه که تاکسیست ها میبرن در لوبوجی که باشه مثال پیشاب میکنن، پیش پیشاب کردن حداقل هم دعا را بخونین که هم جن ها دور شوند. اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی پناه میطلبم به سوی پروردگار از جن های یعنی هم زنانش و هم مردانش پناه میطلبم به سوی پروردگار و اونها دور میشوند ان شاء الله. بعضی حالات میشه که اونها شیشتگی هستن تو میرم مثلا در بالای اونها پیشاب میکنی، بعد بدنی همو انسانی که پیشاب میکنه بدن هم میدره، بعد سلامتیش خراب میشه. و اون خاطر همیشه با دعا باشین که خداوند یگان کسی ما و شما را به سحر و جادو مبتلا نگردانه و یگان کسی ما و شما را جنها ضررش نرسونه. و اون خاطر همیشه با دعا باشین خداوند حفظتان کنه، در امان الله باشین، از دعای صالحتان فراموش مکنین. نمیشه زنگ بزنه نکس کردن باشه و با طریق پشتا و طریق تاکسی که ما روی میکنیم مقصد کسی که با پشتا میخواه که ما روانش کنیم ایندکسی پشتاش پیشگی بگیره مقصد بعد ما دو زنگ زنه ما مقصد زبی صحبت میکنیم انشاءالله که ما روانش میکنیم. بسیاری حالتا اگر در مسکو باشن انشاءالله برادرانی که مثال مساجکا داریم، مثال مساج اپارات داریم و دیگر نمود چیزها داریم، قرآن های الکترونی و دیگر هر شخصی که مثال تای 8000 انشاءالله که زکات کنه حرکت میکنیم که در صفکش خدمت اپلات شد کنیم. اگر که در شهر مسکو باشن خدمت حرکت میکنیم با ماشین ببریم شو بخو جو میکنیم اونها را. از دعای صالحتان فراموش مکنین مورا خداوند جمله مسلمانان که بیمارن اونها را شفای کامل عاجل عطا کنه. یک دارو دیگه علم این دارو برای گرده بس قلن این دارو برای همش بهترین دارو هست که با میگن کسی که میدونه چیزا بهترین چیزایی مدام دیگه الحمدلله که میتونین زکات کنین و که میتونین بگیرین. آدرس ما میکرورایون پیرومه دام 29. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا خیلیتون زنگ میزنید برادرو پیش گپی خود بخش کنید. یا خیلیتون زنگ میزنید این مینه برای آدرس همونجا آدرس برای اکران نویسندگی با زنگ میزنید میگه اگر سابشین قضیه رویم که یا اگر واتساپ قضیه رویم که برادرو واتساپ ما سخنش میکنی گلان جای صورت شده همونجا آدرس ما نویسندگی هم مثل پلاژنی هم دارم امرا بودا یوتیوب مثل پلاژنی هم برادرو در اکرانای همین هسته‌ای موندگی در همین گلانی که جای همین جو اصلا هسته‌ای موندگی میکردم پیر وای من دون دوات دیم زنگ بزنید خداوند هر یک ما و شما را در حفظ امانش نگهبان باشه. در خونه دیگری جن خون نیستند برادرها
به نهایت بسیارش دیگه هم جین زده و حرکت کنین که امونها ضررش نرسونن. و قدر امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.